شهر روسیه روزه میگیریم با فتوای مفتیات همین روسیه. انا خیر فدیه رمضان اینجا 250 روبلی روسی تعیین کرده گیا، تاجیکستان ده 8 سومون. بعضی برادرها همینا در تاجیکستان میتیان، ولی که در اینجا روزه میگیرن با فتوای علمای روسیه و فتوای تاجیکستان که فدیه 8 سومون میتیان، بعضی فدیه سه یا برابر فطر؟ کم. همین فطر. صدقه فطر میپرسید؟ بله. خیر. همین درست نشود که مثال ما فتوای علما اینجا کتی روزه میداریم، لیکن فطره در تاجیکستان میتیم که این با همون مقداری معین کردش اینجا دو چیز پایان ایده، مثال 250 سوم روسیه در اونجا قریب تاجیکستان امسال بیشه. یک نرخ نگفته است، دو نرخ گفته است. یعنی یک نرخ اگر 8 سومون باشد، یک نرخ دیگه 65 سومون. کسی اگر میز کتی حساب کند 65 سومون گفته است. کسی اگر گندم یا جو کتی حساب کند 8 سومون. شما اگر آدمی پولدار باشید 65 سومونی شدید به هر یک آدمتون. مثلا 8 نفر در عائله باشید، هر یک کس به 65 حساب کرده بعد صدقه فطر میبره. این همه بلندش. اگر معتدل باشید به نرخ برنج بلندترش است، میانترش گیرید. ولی درباره صدقه فطر ما سال گذشته، سالهای گذشته هم صحبتامو بسیار از هم صدقه فطر نویسید در یوتیوب میبرایم. با انشالله در آخر دهه سیوم درباره صدقه فطر وقتش میبیاد، برای اینکه صدقه فطر بهترین وقتش یک روز، دو روز، سه روز از عید پیش، از این بر وقت نتیتون. و مقصد میگه روز عید به استفاده دارد. برای همین بیان میکنیم در وقتش صدقه فطر.